بهتر است که از دیلا کمک بگیریم تا که من موتر آماده میکنم. او میآید و تو را تداوی میکند. احمق، تو میخواستی مرا بکشی ها؟ زن احمق. خانم پرستار بسیار درد دارم، یک بار میبینین مرا؟ شفا باشه، بفرمایید. من هستم دیلا خواهر، کمی گپ بزنیم. میخوایی مرا از بین ببری همانطور است؟ آرام باش خواهر، بیاز مرا تبا ساختی. وطندار یک دفعه اینجا بیا. تو را صدا میکنم. تو صبر کو بچیم، آهسته. السلام علیکم. علیکم سلام. نقابدار؟ کارم پیشت بنده است، ما را به سرحد برسان، از او به بعدش خود ما رفته میتونیم. در مقابل تو گردنم از تار موی باریک تر است نقابدار. بعد از کارهایی که به مکدی جانم بخوای برات میتون، اما این کار بسیار خطرناک است. میفهمم، اما مجبور هستیم بریم از اینجا. بدون تو کسی دیگه ما را کمک کرده نمیتونه. درست است نقابدار، تو به ما بسیار نیکی کردی. زنده باشی بیادر. در حد خوبان به هر گوشه دنیا که بخوایی تو را میبرم. زنده باشی. مادر بیاین دیگه، مادر حالا بیاین، حالا زود بیاین دیگه. درست. اونا را پایین کن بیادر. بچیم بالا شو. نه چنگیز بیادر، بیا بالا شو. مادر پیش روی میشینم به خاطر مسئولیت ما. حالا دیگه بخیر بریم انشاءالله. حالا که شما همراهیم هستین، اما از هیچ چیز نمیترسم بچیم. مادرم. مادر جانم. حالا برو چوکی رو بردار بیادر. زود باش. بلندش کن. بیادر بیا. گوش کو بیادر جان، ما پس با ولسوالی برمیگردم. برشان نگویی تو اونا را ببر از سرحد تیرشون کو. با اونا بگو که حقشون را با ما حلال کنن تا که انتقام پدر من نگیرم. زندگی کردن با ما حرام است. حالا قربان به خدا سپرده میتون. بخیر برین. حالا دیگه به زور خدا تو را از بین میبرم. میکشمت روبای پیر. ای فاتحه در کجاست؟ میگن در مرکز تعلیمات عام از خان صاحب. راحت باشین مسلمانا، حالا وقت جهاد است، وقت سر زدن و کفار است که این قسم آشکار شرک خدا تبلیغ میکنن. زنده ماندن اینا را خوبان، نفس کشیدنشان هم حرام است. باید کلشان هم مردار کنین. فراموش نکنین، میرین مستقیم به اونا شلیک میکنین. هر قدر کافر از بین ببرین ثوابش زیادتر است. فهمیدین؟ ثوابش بسیار زیاد است، خبر باشین. حالا دیگه جهاد ما مبارک. بمرم از تنابیم غریبم از غریبم بمرم از تنابیم استاد کو کجا میری بیادر؟ چی بار کردی؟ مسافرین است. بیا بازش کن. چنگیز برو پود شد. حالا زود باش. حالا پایین شوین.
شناسنامه‌تان رو بتین. درست از رفتن میتونین. شیوان چی شد بچی؟ شیوان در موتر سوار نشد خاله. دولسوالی ما گفتی اگه صابی دارم باید تصفیه کنم. وای خاک دست سرم شد. او بچه رفته که راسم از بین ببرم. حالا من چی کنم؟ اگه برگردیم رسیدن نمیتونیم. باید همراه ولسوال به تماس شوم. فقط امون نجاتش داده میتونم. یک دبر باید همراه تماس شوم. به خاطر رضای خدا کمکم کو. لطفاً کمک کن. درست است. لطفاً خواهش میکنم کمک کو بچیم. درست است. لطفاً خواهش میکنم زود باش. باید به تماس شوم همراه. به خاطر رضای خدا کمک کو بچیم. خواهش میکنم. اینا کی هستن؟ اینا خبرنگارا هستن مامور صاحب. میگن نماینده های دفاتر خارجی هستن. در ولسوالی کدام نفر کشته شده با مو خاطر آمدن. کافر از بین بردو. دولت از ما مواظبت نکن. مرا زندانی میسازد. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. چه قسم بازی است؟ کوشش دارن که قتل به دوش دولت بندازن. حالا تمام کشورهای اروپایی سیلاسا به اینجا خواهد آمدن و بالای ما فشار خواهد ما علیه ما تحریکات کردن. آتش دشمن دگام جوابر خواهد ساخت. ما را کمک کن. به این بازی ظالمانه خاتمه بده خدایا. بله. ولسوال صاحب یک تلفن عاجل است. وصل کنین. درست است آقا. بله. طارق بچیم مستم بصریه. مادر شیوان به خاطر از بین بردن راسم به مراسم فاتحه میره. او در راه است بچیم. قربان چوام خدا برسان. پیش از اینکه کدام دیوانگی کنه مانی شو. لطفا او را خواد کشتن. ولسوال صاحب کمک کو. این شما چی میگن خاله؟ درست است همیاله میرم. شیوان حالا تو هم موضوع را بر هم میزنی. با اساس گزارش‌هایی که چند لحظه پیش به دست آوردیم، او قاتل حزب القیام اعتراف کرده که دولت از او حمایت میکنه. این کار دولت است. کسایی که این کار طراحی کرده بودن حتما جزای خود خواهد دیدن. تا که عدالت دوباره برقرار نشده ما از این کار دست بردار نمیشیم. دولت باید بدیل کارهای خود بپردازه. بله، در مقابل مرکز تعلیمات ها ما بیاین. همیاله. لطفاً چی بشم متوجه کردم. آیسته احتیاط کن. کذبان باشین عجله کن. توجه آیسته کذبانه. ما حتما از حزب القیام انتقام خودم میگیریم. این کار اونا را بی جواب نخواد ماندیم. حساب کارایشان دانه دانه ازشان میپرسیم. ما حتما انتقام دوستای خود ازشان میگیریم.
انتقام پدرم ازت میگیرم لعنتی. پیش تمام رؤسای قبایل رفتم بیادر. تو هیچ کسی نیست که جرأت کنه در مراسم جنازه اشتراک نکنه و کسایی که اشتراک هم نمیکنن جزای اونها رو میدن. خوبش در اون صورت حالا با شکل موقتی به مرکز ولسوالی برو، پاکاری را شروع کن. فقط به شکار حزب القیام برو. گپ فهمیدی؟ به هیچ کدامشان دل نمیسوزونی. تشویش نکن، در این جریان زیاد نیروهای امنیتی نخواد بودن. باز دوباره به کوها برگرد. از این کار بسیار لذت میبرم. تشویش نکو بیادر. بوتان روان کردم قرمز. آردیل برای ما بسیار مهم است. ما از اهمیتی مأموریت مهم که برای ما سپردین خبر داریم. اولین بار سازمان ما یک شهر به شکل مکمل تصرف خواهد کرد. سال هاست که شما را حمایت میکنیم. ما هستیم که شما را تغذیه و بزرگ کردیم. با شما فرصت میتیم تا پایتخت دولت تازه تانه که قرار است تأسیس شود پایه‌گذاری کنیم. از این خوب استفاده کنیم. اگر سازمان همچنان بازی مردم کردی را پیش ببره، فکر کو که این کار ما انجام شده. اگر سازمان موفق نشه که به پای استاد شود، باز او وقت دیگه از دست ما هیچ چیزی نمیآید. تشویش نکو قرمز. سازمان از این فرصتی که دولت موازی تان به ما قائل شده خوب استفاده خواهد کرد. عالی است. باید حزب الخیامی ها را تحریک کنیم که دگام حمله ور شوند. اما تو نیست؟ دکمه را فشار دادیم. بازی فعلا با وحشت زیاد در تمام شهر جریان داره. به خاطر گرفتن اداره منطقه و منابع انرژیکی هیچ مانعی در مقابل شما نخواهد بود. ابعاد این عملیات به شما با تفصیلات بیان میکنم. با یقین گفتم میتونم دو ملیشه حزب القیام در مراسم فاتحه حمله خواهد کردن. با تعقیبش از طرف هواداران سازمان اونا نابود خواهد شدن. و بعدشم در برگشت از جنازه تمام مردم از طرف جاسوسا و از طرف گروه مبارزه با هراس افغانی تیر باران میشه. ارتباطات شما با نیروهای امنیتی و موظف ساختن اونا به بیرون از ساحه عملیات ما هر زمان کارهای ما را آسان‌تر می‌سازه. در این ساحه ضعیف نشان دادن دولت و ایکونای اداره را از دست دادن و همچنان دخالت نیروهای بین المللی برای ما بسیار مفید تمام میشه. و بعدش هم دولت تحت اداره ما تأسیس شود. به این شکل اداره ما بالای بنیاد و منابع موجود ساخته خواهد شد. به این شکل میتونیم که با آسانی اعتماد مردم به دست بیاریم. و با گفته شما او وقت میتونیم که سر کاردا روغن داغ کنیم. خب درباره انتخابات که قریب برگزار میشه چی نظر دارین؟ با دولت در اینجا اجازه نمیتین که انتخابات برگزار کنن. ما دموکراسی را دوست داریم. در انتخابات مخالفت نمیکنیم. یعنی انتخابات قسم خواد بود که تمام کاندیدای سازمان برنده شوند. آقا قرمز بام همیشه بام است. بسیار خطرناک خود بود. منطقه عملا از دست دولت خارج خواهد شد. سر زمین و زیر زمین هرچی که باشه با روابطی که داریم تمامش به دست ما خواهد افتاد. پترول توسط شرکت های مربوطه ما تحت اداره ما خواهد آمد و دیگه معادنام که کشف کردیم به یک شکل تحت اداره ما خواهد بود که دولت اصلا به او ساحات دسترسی نداشته باشه. من که فکر میکنم با دولت بسیار مشکل خواهد بود که این همه را قبول کنه. ما مجبور نیستیم که نظر اونا رو بگیریم. بیاز او وقت مردم قیام کنن و شعار بتن که خائنین وطن شما وطن ما را فروختین، دان کلشان باز خود ماند. دو شهر که از اداره خارج شده، یکی شهر سوسیالیست است که به دست سازمان و دیگهش به یک دولت شرعی تبدیل شده که به دست حزب القیامی است.
تمام خطوط سرخ در یک روز از بین برده خواهد شد. از مخاطر آقا قرمز آردیل نیست دیگه. به خاطر آغاز عملات یک نقطه بسیار اساس است، یک نقطه تقاطع بالای خط سرنوشت 150 ساله این منطقه است. این به معنای دوباره داخل شدن دولت به میدان نبرد است و همچنان از قدرت افتادنش و برعکس بلند شدنش در آسمان شرق میانه نه، بلکه به یک ستاره خاموش و تاریک تبدیل میشه. این گفته های شما تمامش صورت میگیره. این بار برنامه های ما بدون کاستی ها و بسیار دقیق انجام خواهد شد. دولت باید به ما حسابی بده. 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 کوشش کنی سمت اینجا تو را میکشم، تو را از بین میبرم، خودم از بین قربان چام شیوانی کار نکن، مرا ببخش. دولت بسته که گمشو بره. دولت باید به ما حسابی بده. دولت باید به ما حسابی بده. این دولت تا امروز بسیار خون مردم بیگناه را ریختانده، اما این قتل آخرشان یک حمله مستقیم به حزب ما بوده. در ضمن به خاطر بیگناه ثابت ساختن خودی کار توسط حزب القیام انجام دادن. مؤسس اصلی حزب القیام هم دولت فاشیست است. این کارایی کثیفشان پت نخواهد ماند. به خاطر که عدالت دوباره برقرار شوه هر چی لازم باشه انجام میتین دوستا. حالا عجله کنین. قبل از اینکه شیوان کدام دیوانگی کنه ما باید برسیم. گوش کنین. هر کاری که شما برداشتش با خود کرد. گپ فهمیدین یا نه؟ اگه کسی از بین بره مردم برداشت غلط خود کردن دوستا. عجله کنین. عجله کنین. دولت باید به ما حسابی بده. دولت باید به ما حسابی بده. دولت باید به ما حسابی بده. حالا عقب بیا زود باش عقب بیا حالا. دولت باید به ما حسابی بده. ما خون شهید خدا در زمین نمیمانیم. حتما انتقامش از دولت فاشیست میگیریم. ما خون شهید خدا در زمین ببین قربان چام شیوانی کار نکن. حالا گمشو برو. فرار نکن گمشو. اسمت گفته بودم دیر رسیدم. آخ شیوان آخ. وای طارق بکش خدا شیوان بچین. حالا شیوانو تعقیب کنین. بدوین زود باشین عجله کنین. حالا این کار شیوان نیست. اونا پشت مهاجمین رفتن. برین اونا را ساده کنین. حالا عملیات تمام شد مولوی صاحب. این صداها را مشنوی؟ اینا صداهای تبایی شهر آردیل است.
این صداهای اینجا خانه ماست، یعنی خانه استاد رضا. خواهر تا که من مالا را میرسونم شما هم اینجا باشید. زنده باشی بچیم، خدا ازت راضی باشه. همراه ما و زحمت شدی. نه خواهر، زحمتی چی؟ شما سر چشمای ما جا دارین. نقابدار زندگی ما را نجات داده، بیا دختره. اموال ما را نجات داده. با او هر چی کنیم کم است. آیسته بیا، درست است. بیا بیا دختره، بیا بیا. ذاکر بیادر، فرزندایم پیش تو امانت هستن. من میرم شیوانه گرفتن. نرو بسری خواهری، کار بسیار خطرناک. من میرم مادر. با شما کدام مشکل پیش نیاید؟ نه خیر، نمیشه بچیم. در این وضعیت به تو اجازه نمیتم که جایی بری. زخمی هستی بچیم. من میرم میبینم پس میایم. شما همینجا منتظرم باشین. حالا بفرمین. درست است، بیاین. آفرین، ماشاءالله. همیشه همه قسم درسایتون رو بخوانین، یاد بگیرین و حفظ کنین. آفرین به کلتون، نوش جانتون. بخورین که دهنتون شیرین شوه. ماشاءالله کلتون مثل چاکلت ها شیرین هستین. سلام علیکم پدر. علیکم سلام. این مهمان های ما کی هستن؟ اینا خانواده نقابدار هستن. مشکل دارن، در مصیبت گرفتار هستن. به می خاطر نقابدار اینا را در گدام ما آورده. ما خو شریک داریم. در اونجا نگاهشان نمیتونیم. رفت آمد زیاد است، اونجا ماندن نمیتونن. ما اینجا آوردمشان. آفرین، خوب کردی. قدمایشون سر چشمای ما. تو برو به کارایت برس، من متوجهشون درست. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. زنده باشید. بفرمایید. پدر. بله. پدر. آرام باش. الدو کمک کن بلندش کنیم. آرام باش کس حال الدو. راحت باش. حالا بخیز. حالا جانم آفرین. حالا خوب است. بخواب. خوب است. کمک کن دیل خواهر، کمک کن. درست است. توی طرف حالا بگی ای را سرش بنداز. حالا بگی بنداز. باید کم استراحت کنه. درست است دکتر سیب. بیا که بریم. کزبانم من بیرون هستم جانم. ها نباید اجازه میدادم که برای دیلا. در این کار من بندازی شما مقصر هستم. فعلا به ارتباط طفل چیز گفتن نمیتونم. شاید طفل از دست بدهیم. نه خیر. الدو لطفاً آرام باش. به خود نگوی. دیلا خواهر، این چه قسم کار است ها؟ ما از خداوند فقط یک طفل خواستیم. یک طفل. این خود چیزی زیاده نیست. نه، ما فقط یک طفل خواستیم. لطفاً الدو، تو نباید قسم گپ بزنی. گفتنی گپا به تو نمیزیبه. ده هر کار خداوند یک حکمت است. ما اصلا حق نداریم که اعتراض کنیم. بیشتر از هر کس دیگه تو باید به خاطر کزبان قوی باشی. وقتی تو قسم باشی به کزبان کی روحیه بته؟ کی به او توان بته الدو؟ قوی باشین آقا الدو، قوی باشین. چی شد؟ وضعیتش چطور است؟ وضعیت کزبان خوب است. اما طفل ما خوب نیست. تو خود طفل گفته خدا کشتی. از امو آدمای کهنه فکر هستی. خود کزبان به توی چه اهمیت نداره ها؟ تو چه قسم گپ میزنی آیسون خانم؟ ناق نگو که کزبان دوست داری الدو. دختر ما فقط به خاطر طفل میخوای او را غلام خود بسازی. کزبان به تو هیچ اهمیت نداره. تمام هدف تو همی است. ایره خودت میگی ها؟ بعد از اینکه اینقدر سالا کزبان به مادر الا کدی حال خودت گپا را بزنی؟
من خب خاطر کسبان جانم میتونم و طفلی که دمت نشام از ماست الدو قدری که لطفا با آرام طفل باش. ارزش میتونم تو حتی با کسبانم و قدر ارزش دادن الدو نمیتونی لطفا آرام باش. بس است. بله من مثل تو درس نخوندم مکتب متوسطه و لیسه را در کوچه ها خلاص کردیم اما این را خوب الدو، بفهم آرام آیستون باش. خانم که یک دانشگاه را بان که صدا دانشگاه را بخوانی بازم این الدو. محبتی که در دل من نسبت به او هست الدو، درک لطفاً کردن آرام نمیتونی باش. فهمیدی هیچ درک نمیتونی چرا که تو در زندگیت هیچ محبت ها ندیدی الدو بس است دیگه. آرام باش آرام باش. گپ زدن میتونیم؟ میخوای در مورد چی گپ بزنیم؟ وارختانش و جانم دم آورده یک مریض است. آرام باش. از ما چی میخوایی؟ دختر من میشناسینی؟ کزبان ده همیشه فخان است. میخوایم که طفلش سخت شوه. به خاطر صحتش این موضوع بسیار مهم است. بیاسو فکر نمی کنم طفلش زنده بانه. این کارت تو باید قطعی بسازی. گپ ما فهمیدی؟ چطور یعنی؟ برش دوابطه یک کار کو. تو خودت پرستار هستی. او طفل سخت کو. پاداشتم خودم برات میتم. عزیزیاتر در جیبت جای نمیشه. اما وقتی کارت تمام کردی ده حسابت خاط رسید. درست است. هر قسم که شما بخواین. بدوین زود باشید. عجله کنید بدوین. لعنتی کجا را؟ تو را پیدا میکنم انتقام پدرم ازت میگیرم از من نجات نمیافی گوش کن راسم میفهمم که دمون جستی بیرون شگم شو با خدا که با فکر هیچ چیز نمیشم با دستای خودم تو را از بین میبرم گم شو گفتم برای راسم لعنتی کی را میگم بیرون شدگا اگه نه خودم بیرونت میکنم زندگی مرا تبا ساختی کثافت فکر کردی همی قسم الهت میکنم هرگز نه این کارای تا به جواب نخواد ماندم گم شو با خدا که در چی جایی گیرم آمدی طرف ما ببین لعنتی تسلیم شو شیوان شیوان سلای تا بنداز تسلیم شو بکش خدا شیوان بچه فرار نکن تسلیم شو شیوان پدر 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 زود باش بیا آرام باش آرام باش حال خوب میشه ولس والسک بچه من خوب بود حالا زود باشین ببرین حالا آیسته درست است آیسته بگیرین آیسته خاله آرام پلیس ها در تعقیبش هستن دعا کو که زیاد مشکل خلق نکنه و بازداشتش کنن شما برین دیگه اینجا زیاد گشت و گذار نکنین اولسوالی بسیار ناامن است خودتان میبینین گپ ما فهمیدین حالا دیگه برین اما لطفاً بچه من چیزی نشه نمیبینی خاله جان این وضعیت جوانها رو نمیبینی یک عالم زخمی داره این که بچه تو باشه یا بچه کسی دیگه فرق نمیکنه جگرم خون میشه فهمیدی جگرم خون میشه نمیگم آتش هر جایی که بفتم اونجا رو میسوزانه حالا آتش اول مرا میسوزانه و بعدش دیگران حالا برو دیگه شیوان از خود مواظبت میتونه حالا از این را بره این چه قسم کاره از پلیس از کجا میفهمه که من زنده هستم چی جریان داره تمام نشده راسم کثیف جواب کارت هم ده ای دنیا و هم ده او دنیا خواد دادی ده ای دنیا خودم به داد تو میرسم کثافت میایم لعنتی میایم
به نظرم او خوابا با واقعیت تبدیل میشه. او به شرف مرا خواهد کشت. اینا دیگه چی میکنن؟ بزنین، حالا بزنینشان، رحم نکنین. بوتان تو اینجا چی میکنی؟ مرا رهبر ما روان کرده، کار و کاردارم دوباره در میگردم. بوتان است، با خدا خودش است. بوتان تنامو میتونه از ما محافظت کنه. اگر به خانه برگردم شیوان مرا میکشه. هر قسمه که شوام میایه و مرا از بین میبره. رحم نکنید، بزنینش. صبر کنین، شلیک نکنین، صبر کنین. زخمی ها را به شفاخانه ببرین. حالا نباید از بین برن، فهمیدین؟ نباید از بین برن. حالا زود باشید بچه. حالا هر کاری که میخوایی انجام بده قرمز. من برات اجازه نمیتم از این زیادتر خون بریزانی. او ملیشه حزب القیامه که میخائیل از بین برد پیدا میکنی و آزادش میسازی. چتن بوتان از کو آمده، او میایه و او را از بین میبره. ای درگیری ها حزب القیامی ها را مجبور خود ساخت که به یک شهر دیگه نقل مکان کنند. با ارتباط حزب القیامی ها این یک برنامه جداگانه ما است. با یک تیر بسیار شکار خود کردیم. دشمن شدن مردم منطقه با یکی دیگه شان به هر عنوانه که با برنامه ما را تقویت میکنه. هم دیندارا را و هم بیدینا را اداره میکنیم. در ضمن این مفکوره که دولت از حزب القیام حمایت میکنه باید در ذهن کلگی جا داده شود. این کار هم مردم و هم کشورهای اروپایی را به حرکت خواهد آورد. یکی را که حتی به خدا باور نداره کشش ساختیم، ولو که ساختگی هم بود. حزب القیامی ها یک مسیحی را از بین بردن. وقتی بوتان او را از بین ببره آتش جنگ شعله‌ور میشه بگن بالاخره چی خواهد شد؟ اول در مراسم جنازه او حزب القیامی ها قتل عام میکنن. تو همونجا میباشی چتن. باید بگوین که دولتی کار کرده بدون فرق کردن میان ترک، کرد و سوریانی. هر کسی که اونجا باشه از بین برده شود و بعدش حملات سازمان شروع شود. اونا میاین و شهر تسلیم میشن. در اردیل موجودیت دولت کاملا از بین خواهد رفت و فقط کسای باقی خواهد ماندن که سازمان قبول دارن. دیگرایشان طبعا اگر بتونن جان خدا نجات بدن فرار میکنن و میرن. این صحنه ها بر رسانه های خارجی یک تصویر خوب و احساساتی خود بخشید. بعدش هم دوستای خارجی ما میاین، یا از ملل متحد خواد بود یا کدام تای دیگهش و اداره آردیلا از دست دولت میگیرن. خوش آمد. حتما یک چاه پترول به ما میرسه. وای چتن، ما به مردم در پتنوس طلایی ثروت تقدیم میکنیم، چی ها که حفر نمیکنیم. ها یک چاچی است. هدف باید بزرگ باشه. تو یک شخص تاجر و محترم هستی. ما در تمام منابع منطقوی اسهام خود خواد داشتیم. نمیتونن که ما را نادیده بگیرن. وقتی ما باشیم اونا به سادگی در اینجا کارهای خود انجام داده میتونن. اگر نه وضعیتشان خراب میشه. ما افرادی نیستیم که با یک چاه قناعت کنیم چتن.
مواظب باشین. آهسته آهسته آهسته. طارق چی شده؟ در مرکز تعلیمات عامه حادثه رخ داد. وقتی ملیشای حزب القیام به مردم شلیک کردن، چند نفر هوادار اونا مردم زخمی ساختن. این چه قسم کار است طارق؟ بعضی ها میاین مردم از بین میبرن و بعضی ها اونا را گمراه میسازن. این چی معنا داره؟ در مقابل چشمای ما انسان زندگی خود از دست اگه ما این کارا نشیم وضعیت بدتر از یام میشه. اونا در وقت حساس اقدام کردن. باید منتظر دیگه حوادث هم بود. این ملیشا از بین نمیرن. اگه از بین هم برن او وقت باز با حزب القیام مواجه خواهد شدن. متاسفانه که خواستشان هم همی است، اما ما از عهده کارا برآمده نمیتونیم. طارق تو چه قسم خبر شدی؟ اونجا چی میکردی؟ خاله بصریه برم زنگ زد. مادر شیوانم اونجا بود اما نرسیدم. اما شیوان اونجا چی میکرده؟ با کشتن راسم آمده بود. مام نمیفهمم دیلا. کلگی میگن از بین رفته. اگه اینجا رو ترک کنه کل چیز خوب میشه. کاش که برات نمیگفتم که او زنده است طارق. تو هم قسم. درست است. فعلا وقتی گپانیز دیلا. حوادث بدتر از یام رخ میده. باید به یک شکل نقشهایشان افشا کرده و ما نشان شوم. آه شیوان، چرا از اینجا نرفتی؟ میبخشین خاله جان، شما هم به زحمت شدید. زحمتی چی دخترم، جایتان سر چشمای ماست، خصوصا که اقارب نقابدار هستین. خداوند از او راضی باشه. او شوهر من نجات داده، زندگی بچه ما رو نجات داده. انسان مندش هستیم دخترم. تو خوب هستی بچم؟ نیکی مریض هستی؟ زخمم خون ریزی داره. با نظرم که التهابی شده. بانکی ببینم. وضعیت زخمت خوب نیست بچم. فوراً میرم یک دکتر گرفتم میارم. نمیشه کاکا. مرا سازمان زنده خودماندن دولت. یک دفعه مادر و بیادرم بیاین. بیازو دوا دارم میخورم. خوب میشم انشاءالله. این قسم نمیشه بچم. باید دکتر بیارم برات. آرام باشین، آرام باشین. خوش آمدین استاد، بفرمایید. خوش باشین کاکا جان. معذرت میخوایم که مزاحمتان شدم، اما شفی به مکتب نامده. کجا رفته باشه؟ همراه چند دوست خود از پشت گروه حزب القیام رفتم. خواستم براتون خبر بدم. متوجه فرزندایتان باشه. اگر نه خدای نخواست حتما کدام مصیبت گیر خود مونده. چی میگین استاد؟ برم گفت که دیگه همراه اونا نمیرم. گفت همراهشون کار ندارم. به خدا وضعیت مرکز بسیار خراب است. ما خانه به خانه میرم و برشان میگم. اگر شما شفیر به خانه آورده بتونین باز از یک مصیبت بزرگ نجاتش میده. تشکر، زنده باشین استاد. خوب شد که خبر دادین. میرم بچه من میارم. نمیمانم که ددامی اونا بفته. شما هم زنده باشین. روز بخیر. روز بخیر. راسم آمد به خدا لعنتی. آمدم لعنتی، آمدم. اسرائیل تو آمد. اسرائیل تو میایگم شا لعنتی، خائن احمق. سازمانی هنوز هم اینجا جمع میشن. متاسفانه. لطفا نجاتم بتین. او مرا میکشه. چی شده راسم خان؟ با خدا کم بود که شیوان لعنتی مرا از بین باوره. تو را از بردگی نجات میتم. از به دنیا آوردن طفل او آدم احمقام نجاتت میتم. او طفله به دنیا نمیاری هرگز. چطور با گروه حزب القیام همکاری میکنه؟ باز تو چطور با اونا کمک میکنی؟
من همراه شما و نه همراه گروه حزب القیام کدام رابطه دارم. باز دروغ میگی ها؟ یک گزارش دریافت کردیم او بیشرفی که میخائیل کشته فردا فرار میکنه. ساعت 9 بجه از ایستگاه موتور حرکت میکنه، خبر باشی. زنده باشی چتن. فردا کار او بیشرف تمام میکنم. بیدارشان کنه، نباید بخوابن. تا کی کشور را نجات ندادیم کسی نمیخوابه، فهمیدی؟ کسی نمیخوابه. این دفعه کار تمام است کلخام. موشوار از بین میبرمت بیشرف.